حالا قصه آقا. این داستان چهاردهم واژه. عاشق بگ امیر حمزه به دختر نوشیروان مهرنگار. آیک دیوبند چه اطراف کسر و گرگ امیر حمزه بالا حصار در محل مهرنگار و عهد بندک گویا و آیک کارونه و وجه چون که امیر حمزه چو کشک اکلمه پارگ بید چند روچ گوست روچ نوشیروان به خواجه بزرگمهری گوشت که ای وزیر با تدبیر خوب هستیم بعد چه ای در خلوت بریم و حمزه شراب باریم. خواجه بزرگمهر گوشت هرچه خسرو کنتین شیرین بید. پادشاه گوشت در خلوت یک من و یک تو یکی حمزه یکی عمر امیه یکی بختک حاضر بین. پس هر 5 نفر در گلستان حرم رفتند در عیش نشتند. ساکیان سیمین ساک وجه همه پیما زرین در گردش درد و کنیزان خوش آوازین دف و داب جد و تا شب درد که وقتن روچ دیگه بیت روچ هم با خوشی گوست. پس شب بیت چون روچ سیوم بیت بامداد امیر حمزه با قضای حاجت واسه درد دنیا درد و دریچه پچ کد در باغ آد دیتی باغ بهشت آینی درختان سرد سیری و گرم سیری هر پیمه درد کشه بوده کشتگد. سر به آسمان کشته مرغان خوش الهانه یعنی به ذکر ملک منان مشغول. گلان رنگ رنگ جوان و آب و سنگ مرمر اڈ کتگن. ایوان دیتی که پش ملوکانه اڈکتا و تختی هم مزنی چو امیر چه قضای حاجت پارک بیت وضوی گفت در ایوان دوگانه به دوگانه وانتی په یگانه به جای آورد به خدای واسه. بعد نشت تماشا باگ کد که چه ایمان امارت تحتانی شاهزاده مهرنگار بیتگه که دختر نوشیروان به نکباد است. مهرنگار چه موقعی که امیر حمزه به مدینت که بیتگه چه وصف مردانگی امیر حمزه اشکتگتی در گیاب آشکایی بیتگه منصر ملاقات آئی هسته. چه قضای دعا روچه که خواجه سرایی که محرم خاص مهرنگار بیته برای برگ آب در باغات که دیدی که امیر حمزه در ایوان نشته و انچین روشنایی چه رو دیما آیه تابگین که تمام باغی منور کده. خواجه سرا چه گندگه آیه حیران من تو آبی زورت و مراجعتی آبی نزورت و مراجعتی کو ربط نزد شاهزاده ات گوشتی ای هور نژاد و ای جوان خوشتکای در ایوان نشته چه نور روی آیه تمام باغ منور کده بلکه چه روشنایی خال سبزی که بر رخسار آیه هستیم گلان تمام پشمرده بیتگن. شین جوانی ای پیم جوانی تا به حال من ندیده بلکه نش کتگم چه جوانی آیه من نزانو که کجام زبانه شر بدم آیه یعنی تعریف کنم چه حسنا که آیه هیچ لسان بیان نتون بکن. یک کلام مهرنگار چو گل پیما شگفته بیود منم گل تازه پچ بیچتو تازه چشم کنگا یه هبرانی خوشحال بید. به حال پادر دریچه کسر ات دریچه پچ کو دیتی هنچو که خواجه سرا گوشگه صد چندان لطافت گشترین دست گلی گو مشک و عنبر به دستی داشت بر امیر حمزه دور داد. امیر حمزه گندگا چه دست گلانی حیران بید چون بالای نظر کد دیدی که ما شب 14 درد که پادت اوشتاد به اشاره جز که توکه چه گندگا تو 660 رگ بدن منی سست بیتن چه مشاهده اتیگا عقل صبر من تمام به باد رفت گوشی عقل کلن. مهرنگار به اشاره گوشت من جنک پادشاه نوشیروان به نکبادم عاشق روی تو و آشفته موی تو ایشی گوشت دریچه بچه تو بستی
تیر عشقی جگردوز محبان گوشی لگه به درون سینه امیر حمزه رسید. هر چند ناله پریاتی کد گریه زاری کتی هیچ سودی نیسته. دریچه پچنه بود. امیر در مجلس آد که نشت ولیکن رنگ رو امیر حمزه زعفرانی بیتگه. بعد زمان پادت عمر اومه ای حمزه حال تو دنه رفته بیتگه. پدا کجا روی؟ امیر گوشت ای دوست منا اسحال زحمتین رسته که. پس باز در باغ آد که زیر دریچه رستگو پریاد بیکران کتی. یعنی دریچه رسه پدا پریاد بیکراری کتی. در هما ای ابیات توشی وانتم چو سیدم کردی ترک چالاک ببند آخر شکارت را به پتراک. چه بنمودی که بر بودی ز من دل تو دانی چاره این کار مشکل. تو را گر رنج من معلوم گردد دلت گر سنگ باشد موم گردد. هرچه پریاد ناله کو در دریچه پچنه بود. بچه زمان دوباره امیر به مدرسه آد کنه چون صبر و قرار چه امیرا برتگتی پدا پاده به نزد دریچه آد گریه زاری کتی. ای ابیاتی پدا وانتا این سنم این منم یارب به درد عاشقی زار این چونین کس مبادا در جهان چون من گرفتار این چونین. نه ز بختم روی یاری نه ز یار امید لطف. پس من چون کنم بخت آن چنان یار من یار این چونین. نور چشم من چه واقع شد گناه من چی بود کز نظر انداختی ما را تو یک بار این چونین. امیر به گریه‌زاری اشعاری وانتا هر چند فریاد زاری کتی دریچه پچنه بوایا. میں نگار دریچه پچنه کو پادات مدرسه چند پیاله شرابی وارد. بعد چه زمانی که پادات در باغ رب بنای پریاد و زاری کتو عمر اومه در دل خیال که امیر حمزه 40 شب روچنگ شراب مورگه. هرگز اسحال نبیته چه بیته که گوورگا در یک دو روچ اسحال بیته رنگ آیی عوض بیته. پادا در باغ دیدی که امیر حمزه در ناله و پریادی زار زار مگیره وگه. عمر اومیه انگشت حیرت به دندانه گفت تو گوشتی ای پهلوان ای چه کاری هستی که کنه مناسب مقام تو نه که ای په مشهور گوگا کنه. چو امیر حمزه عمر اومیه دید گوشتی ای دوست من در دام خیش گرفتار بیدم به پریاد من برس اگر مرسه و اگر نمچ دست رون. تمام کیفیتی خواجه سرای برگ و خبر مهرنگاره پچکنک دریچه و گندک مهرنگاره. تمام دست گل یک یک گوشی با عمر اومیه باز نمود کدن. عمر اومیه گوشت یار یا امیر ود ای مسکین یا امیر خود و این مسکین را رسوا مکن. اگر پرشته آسمان باشد از فلک پرود آورم. ای امیر و این مسکین رسوا مکن. اگر پرشته آسمان بی چه آسمانم چیری کنم. اگر حور بهشت بی چه جنتم حاضری کنم. این کار مشکلی نه چند روز صبر کن تا آیا ما حاضر ترینم و گونتو ملاقاتی دو. اگر تحمل بکنه مراد رسه. پس عمر اومیه امیر در مدرسه آوردندی هر کس نزاند امیر حمزه به چه بلای عشق گرفتار بیته مگا خواجه بزرگمهر دریافت کار امیر حمزه چه حد گسته و اگر این راز به ظهور بپوندی مشکل بیته. با پادشاهی عرض که امیر حمزه اسحال بدحالی هستین در مدرسه نندک نتونته. اگر فرمانده امیر حمزه در بارگاه وطیگا بروته چو آرز آیی صحت مبدل بی با در خدمت شاه مجلس تشریف کاری. شاه گوشت ای پرزه حمزه چون توی ترا تشویش اسحال هستین پادا در بارگاه وطیگا برو. امیر حمزه گوشت چون که شاه به دولت سرار بیتیم بنده هم در بارگاه رام. چه ای خبران شاه عادل پاده در حرم رفت و امیر حمزه در بارگاه وطیعت کرد. لیکن امیر حمزه چه شور عشق قراری نیست منتظره که شب در بیتین در طلب دوسته برو. چو پاسی چه شپا گوست هر کس در مقام وقت آرام گفت که امیر پادت کمندو به دستی گفت و دنات مقبلی پاد کد.
گوشتی ای مقبل همراه من بیا. مقبل گوشت ای پهلوان کجا روی؟ امیر وی معلوم بیتیم. مقبل همراه پهلوان روان بید. پس زیر قلعه مداینت کن. کماند دوری دا امیرا. مقبل گوشت تو در زیر قلعه بوی من برزا روم. تو کماندا بگیر در همدا بوشت هوشیار بوی. امیر حمزه بالا رفت چهار طرف پرو داد. به زیر قصر شاهزاده مهرنگار رسید. بالا در دیدی دربان ریشی سپیده نشته. دربان چو امیر حمزه دید گوشتی ای جوان تو کی به محابا آیگه. امیر گوشت من حمزه بن عبدالمطلبم. چو دربان نام حمزه اشکو پاده سلامی کو. گوشتی ای شاه چی بیته قدم رنجه فرما. امیر حمزه گوشت برو مهرنگار بوش که حمزه بر در اوشتاده. دربان با هما خواجه سرا که ای آسی رو کتگه جگران طرفینه که سودکه بیتگتن خبری داد که امیر حمزه که خواجه سرا پیش مهرنگار رفت و آی خبر کن. مهرنگار تو حمزه را پجا کاره پرچه که در باغ آی دیتا بیتا برو تحقیق کن. بیا خواجه سرا تد کو اد دیتی حمزه زهمی به دست گرفته و اشتاده. برگشت و گشتی ای هو زیبا و تحقیق حمزه هستیم. پس شاهزاده و برو عوض کن عرض کن که ای شاه زمان اندک توقف کن که شمی روشن کت و مال ساخت و خواجه و خواجه سرای ات برز پهلوان رسید که امیر اندک توقف کن. شاهزاده مهرنگار و وطا ساخته یعنی آرایش کن تا آماده بیته و شمانی که روشن کتن جامعه قیمتی پشتی بر تخت آج که مکلل به جوار بیتگه نشت. خواجه سرا گوشت برو امیر حمزه بیار. خواجه سرا که داناد عرضی کو که شاه پهلوان شاهزاده مهرنگار عرض کتا که یک خانه تیوتی بیا قدم رنجه کتا تا منا آبروی حاصل بی. چون امیر حمزه مشتاق دیدار نازنین بیتگه به درون درد. چون نظر شاهزاده با یکب به اشتیاق تمام تد پیشد کو یکا دیگر ملاقات کو. هر دویم به تخت نشته. امیر حمزه چون در قصر نظر کو دیدی که گویا در بهشت درد که و ایوانی که بر روی آی تختی ایره کده و تمام چه خشت و جا زر و نکره یعنی خشت طلا و نکره گوانت بیده و با گوهر حقیق مکلل سبکانت بیده. امیر حمزه مهرنگار چون با آ تخته نشته در یک پیاله که وارته مهرنگار دربان طلبی کو یک طبق زر یا داد. گوشتی اشان بگر ای سر را مخفی بدار. به هیچ کس مگو. دربان ناپاک زریان گرفتن نزد کارون دیوبند رفت. خبری آیگ امیر حمزه آیه رسید. چهار طرف امیر حمزه مهرنگار به حکایت که مشغول بودن. مهرنگار ورد ای پهلوان چهار وقت که من واسط مردانی توش کتا غایبانتی عاشق بیتگون لیکن زی که ترا در کنار حوض بر ایوان نشته دیتگون پیش تو ما مبتلا بیتگون در دل عهدم کتا که بجز تو در جهان شواره دیگه من نکنم. امیر و ای شاهزاده به رب کعبه آ موقعی که تو ترا دریچه دیتون تو پدا دریچه پرچه پچ نکو لکا وتی پچه اکچه صبره منگه رفته. باز در ای وقت جمال دلارایی تایید تنگم باوتت کن. چون در ای قرار دادی که جز من شوهر دیگری مکنه ما هم گونتو عهد بندم تا ترا در نکاح وقت در میارم گرد هیچ جنینی نرو. لیکن در آ وقت باز بیرحمی تو کت که چندان گری و زاری و کتا منا اندک تسلی تو نداده. مهرنگار و ای پهلوان یقین بزن چه آ موقعی که شما را در باغوندی تون دست گلی به تو دورونده روی وطن نیار چنان مدهوش گشتم که خبر چه وقت نبیتگون چون شب بیت با پوشاد کن. در همه خیال بیتون که چطور پدا جهان پهلوانه بگندم که اد که شکر حق تعالی که بجا آوردم که پدا تی رو دید
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه ببارد. واجه همین فهمد در معنی وتی عهد و قرار کو بعد مهرنگار وتی انگشتر وتی که خراج یک ولایتی بیتگه بر رسم نشان به امیر حمزه داد. امیر حمزه انگشتر نوکری به دستا است و شاهزاده مهرنگار داد. 3 مرتبه گون یک کادگر را تجدید و عهد و پیمان کد. خبر رسه کارون دیوبند گو 400 کس اتکد دور کسر معاصره کده. امیر چه مهرنگار رخصت طلب مهرنگار رو ودا کد. زهم به دست گه بالا اسارت کماندی به دست گفت تا که چیرا بیاید. کارون بدبخت دکل باد چه سر تا پا هیده باد و چه پشت امیر حمزه رسه. امیر در پرود آیه گه که کارون کماند چه کنکره آزاد کد. برتی امیر حمزه در هما حال با مقبل بانک جد که هوشیار ببه کماندا ویل کم مقبل 2 دست وتی دیما آرتن که امیر حمزه هم بالا دستا آیی گفتی ولیکن چون امیر سنگین بیتگه چه دستا آیی به زمین نکب. سر آیی سنگی لگید کم که مجروح بید تپی بید وجه تپ و امیر حمزه سرگون روکا لگه. بعد چه آیی روانه بیتن در بارگاه وطیت کن. هما زمان عمر مهدی طلبت گوشی چایدا کوچ کنه. پس با تمام سپاه چه اودا کوچ کتو در 2 منزلی یکی در 40 پرسخی رسیدن و در اودا اردو جد مقام کت. صبح بید نوشیروان به تخت جمشیدی نشت. کارون کوتوال پیش شاهد که تاجی وتی به زمین نجد. پریادی برار ای شاه داد چه عرب شیر شترخوار واجه منی گوشونه اشیا سلین دابری نوشته و ریک بیابان پرور و نما همشیه نوشون آدگران نوشون دوتن زال نوشته و کار آیوشی به همده رسته که مردم لوگانی سر حمله بکن لوگ توکا بیتن و چه بکن نیم شب کنته به دزدی یا بدفعلی واسط در محل شاهزاده مهرنگار بیته. چون شاه ارکان دولت یه خبرش کد تمام بابت جوشت. نوشیروان چه فکر چون مار فهمه لگه پیچ ورگه ورچی چون روستایی در مجلس راده دست با کینه ورزی دراج کنتنه پر ناموس هنی. وقت که بر پادشاه دستور مرمت بکنه تمام لشکر سوار با شیب خون بایی جنو تمام جمعیت آیه با علوفه تیگ گردینو آیه چه قدرت که نیم شب من لوگا پادشاه بدوزدیه به. شاه گوه ای بختک من هرگز دنبال حمزه نرم پرچه که اگر آیه ما شکستی برسی در تمام عالم شور کبی که پادشاه 7 اقلیم بگون تمام پوجا آیه هزیمتی است که وای شکست در تمام عالم آواز بیتن. شاه 7 کشور چه رئیس بچه مکه معظمه در هر 2 طریق اهانت به من بیتن. وقت که گوه پس شاهزاده منی همراه دیمه تا من یه عربا گوشمالی بدن. شاه گوه شاهزادگان ببر لیکن اگر شکست ورد من ترا گوشمالی شرند اونگرا وجه. پس وقت که شاهزاده یعنی هرمز و اردشیر و 10,000 سوار چه مدین حرکتی کد به امیر حمزه شیبخون جتن. لیکن عادت امیر حمزه ای بیته اگر آیی چه جلو خوپی بیته عمر مهدی 1 پرسک پیش اتکه و در همودا عمر مهدی 1 پرسک عقب اردوی جتا بیته که سپاه شاه با عمر مهدی شیبخون جد که امیر حمزه دلاوران و ترا وتی دیم داتن. جنگ در گرد تا 2 پاس چه شپا جنگ که آخر سپاه کپارش شکست ورد هزیمت ورد. امیر حمزه که به امیر حمزه وقت دنبال بری در 4 پرسک آهن دنبال کتن که عمر مهدی به شاهزاده هرمز و بن نوشیروان رسید. کماندی به گردن آیی دورده آیی چه اسباب زمین کشید و هر دو دستی بستن روانه کد. عمرو هم که به برات دومی
که آیی اردشیر نوشیروان گوشته رسید. یک مشت در گردن آیی جتی، آیی هم به زمین گرتید. دست آیی بستن روانه کد. یال آدیان با خوشی تمام که هرمزی بسته و آورده در پیش پهلوان رسید. امیر حمزه چون هرمز بسته دید به عمر مهدی و ای برادر بیا نزدیکتر که دست خوب کسی تو بستگان. عمر مهدی نزدیک کرد که به گمان یک امیر من خلط نه با آیا دانته. امیر مشت به گردن ایجاد کنست یال آدیان در خاک گرفته. پس امیر حمزه گوشه شکم بود و کرات توچ دست شاهزادگان خلط و انعام گرفته. دست تانشانی نمک وارده و ای بی خواری تو آرتگان. چون عمر امیه کیفیت عمر مهدی دید بند چه دست شاهزادگی پچ کو به اسپا سواری کد و آیی آورتی نزد امیر. چون شاهزاده سوار دید گوشتی ای دوست زانو که واقع عمر مهدی دیدتا اشکتگ شاهزاده به این طریق آورده وگرنه سزاوتی هم تو رستگ پتو. پس امیر هر دوی شاهزاده به تختا نندین تا وقت به کرسی جهان پهلوانی نشت. گوشتی ای شاهزادگان اودان شما پادشاه بیتی که ادا هم پادشاهی. من خدمت شما به جا کارم. لیکن چون لشکر شاه شکست وارتگه به مدین رستن پادشاه اشکد که چون مار پیم پیچ و بوتی گوه چندان تازیانه به بخت ناپاک جد که گوشتی ای نامردان پرچه بی جهت آبرو منی برده. هنو چوکا منی در بند امیر حمزه کپتگن نزانو گوشان چه خواهد کنده. خواجه بزرگ مرچ کرسی و زارتا پادت سری به زمین ارکشه ای شاه عادل اگر شاهزادگان یک مید سر کم بو یا یک ساعتی در بند بیتن شاه منو بکشی. ای شاه حمزه آچنان نامردی نه که شاهزادگان مزرت برسینی. چه ای اندوه دلم وطیق پارک بدار به رب کعبه معظمه که امیر شاهزادگان چه پادشاه هم شتر و بهتر نگاه داری. خدمت نیک باهان کنته شاه بهتر زان که امیر چه شرمندگی چه درگاه دیمیتن وگرنه هیچ وقت چه خدمت تیگه جدا نبیتگه. شاه گوشت هنچو تاوش خواجه و پادشاه هم خواجه تسکین باز داد و امیر حمزه شاهزادگان به 3 روز مهمان کتن به خدمت تمام به جای یارد. بعد چه 3 روز امیر گوشت ای عمر امیه شاهزادگان پادشاه باز در فکر اشان باید روانه بکنه. عمر امیه هرچه امیر مسئلت زان باز شرن و اشان روانه کتن. امیر آهان به احترام روانه کتن وجه والله عالم. وجه داستان 15 این هم وجه داستان حلاس بود. این کتاب داستان و نه ولی نام داستان تا بگر امیر حمزه کتاب ماشاءالله مستر کم که نه این کلا 26 داستانه اگرشن 15 موانته 14 بشون 15 نوکی وانو سلامت باید. این 2 شب 3 شبش اگر 30 دقیقه 3 دانه 30 دقیقه تیمان بجنو 2 شب گیشه نداریم همین خاطر کم کم جنگانم لوٹم کم که دیما برو ٹیم پاس بھی سلامت باتی وجه الله میره. الله حافظ. الله حافظ. ای و همیشه وجه 23 دقیقه بیته و سلامت باتی.